آقا دمتون گرم بابت ساپورتاتون. ساپورت حمایت میگم ها، نری بری به فکر دیگه بکنی. ساپورت، حمایت، پشتیبانی. بله دم شما گرم، شمایی که 145 تا ویو دادی تو ویدیو قبلی. حسابی عشق کردم. شب خوابیدم دیدم میگه ویوی شما 12 تا نه کمتر بود، تک رقمی بود، 6 تا 7 تا 8 تا. گفتم خدایا این تا فردا بشه 15 تا، من یه نفسی بکشم یه حالی بکنم. صبح دیدم شد 100 تا، پشمان ریخت. آقا از همینجا یه جوری میبوسمتون که تا آخر عمرتون خیس بمونید. ولک داد. یه جوری شدم ویز ویز میکنه الان لبم. آره ببینم این ویوش تا کجا میکشه. گیم پلی های خفن میذاریم از بازی لستاپاز، میریم جلو. واکتروش رو به نظرم بهتره، چون که مثلا من الان 40 گیگ میخواستم 40 دقیقه ویدیو بگیرم بذارم. کی بیاد نگاه کنه؟ مثلا بیارم نگاه کنه یه نهایت 5 دقیقه ببینه بره، اونی که بخواد واقعا نگاه کنه. بنابراین دیگه بذارم 3 دقیقه 2 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه بذارم. به نظرم هم میتونه جذابتر بشه و همین که ویدیوهای خیلی بیشتری میتونیم ازش بسازیم، ایده های زیادتری ازش میاد. آخه واکترو بذاری واکترو میرم همینجوری با مثل گاو بری، هیچی اصلا هیچی حالیت نباشه، چشم بسته چشم باز فرقی نمیکنه. آره خلاصه این که بنده نوکرتونم، چاکرم. آقا عشق منیده، واقعا حال کردم همچین ویوی دیدم. ببینم این ویدیو هم میتونه اون کارو بکنه، میتونه رکوردش رو بزنه. رکوردش شده 145 تا 145 از ویدیو بلند. من از ویدیو بلند میذاشتم مثلا چی بگم، ما رو شمول حساب نمی‌کردن. آخ چه روزای سختی بود. آقا دمتون گرم، مرسی. یه جور میگم انگار مثلا مانیتایز شدم.